آی خدا. آی خوبی بابا؟ بهتری؟ اگه تو استخونای دستمو نشکنی خوب میشم. بیا و خوبی کن. بابا جونم الان دکتر میاد بالا سرت. راستی پدر، این قضیه چیه که امشب هممون دور هم جمع کردیم؟ چی میخواستی بگی بابا بهمون؟ خبریه بابا جون؟ چیه سیمین جون؟ نکنه بوی کباب به مشامت خورده؟ نه سریا خانوم، فهمیدم که دارن داغ میکنن. دیدی وحید زنه به من چی میگه؟ چرا به خودت گرفتی عزیزم؟ ای بابا بس کنید دیگه، مگه نمیبینید بابا حالش خوب نیست؟ داداش راست میگه، الان وقت خاله بازی نیست. خاله بازی چی داری میگی؟ چه ربطی داشت؟ چه بودم، میخواستم یه چیزی گفته باشم. لطفا هر چیزی رو به زبون نیار که خواهر من. آی فرزندان من، به من گوش فرا دهید. میخوام بر شما رازی را برملا کنم.